الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في خطابه صلوا كما رأيتموني أصلي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وقتی الله مهربان در معراج، شب معراج، وقتی که مرا از جنتش نشان داد، من در جنت میگه یک قصری را دیدم، یک کوشکی را دیدم که آنچنان زیبا بود، گویم و ساخته شده ای از همون گویم شیشه های خیلی قیمت که میگه حتی انسان از بیرون گویا که درونش میبینی و از داخلش بیرونش میبینی. خلاص پیامبر نازنین گفتن اونهایی را که در جنت میبینی اونها را در دنیا دیده نمیشود و اونها هم هیچ وقت در ذهنی این نقشه کشوی ما هم نمیآید. وقتی که میگه ایرا پیامبر نازنین ما که بیان کرد که در جنت این خیل مقصد کوشک ها هست، این خیل خانه ها هست که همه او برادران عزیز مقصد برای توده ملائکه ها نیستند. اونها را مقصد الله مهربان در داخل جنت او را پر از فرزند آدم میکنن. وقتی ایرا که گفتن البته پیامبر اصحابش عاشق بودن، همه بگیم که طلبگار این خیل خانه بودن. میگه در همونجا مالک اشعری میگه حضور داشت، میگه قال مالک الاشعری لمن یا رسول الله، حضرت همین خانه را که وصف کردی آیا این نصیب کیا هستند، کیا در داخل این خانه می درآیند؟ برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من برای شما بیان کنم که پیامبر برای کیها این چیزا برای اصحابش یا برای ما و شما گفته گذاشتن، البته از خواندن برادر ما قاری امرالدین و از خواندن برادرای قاریایی که در اینجا داریم که درباره مادر خواندن، حقیقتا اکنون هر کسی که مادرش در قید حیات های برادرها شاید وقتی این مصره ها را گوش میکنن مثل نفرهایی که مادرهاشون گذاشتن، مثل اونها گوییم در دلهاشون یگان گوییم یگان رحمی بگیم یا غم پیدا نمیشه. وقتی که مادر میگذاشته و یک سرود را، یک شعری را، یک رباعی را وقتی که در وصف مادر گوش میکنی و میخوانی، بسیار آدم برادران عزیز خیلی و خیلی پشیمانی ها قلبش فرا میگیرد. برای همین بسیار یک خیلی الله رحمت کنه این مادر هم که انشالله فرزندای خوب دارد و فرزندا هم خدمت کردن، اونها هم در فرزند خدمت کردن. ولی اینجا جمعیتی که حضور دارین، کسایی که مادر دارین، برادران عزیز کسایی که پدر دارین، به قدر این نعمت رسین. این برکت دنیا و آخرت شما هست. شاعر میگفت قدر مادر گر بدانی صاحب دولت شوی. قدر مادر گر بدانی صاحب دولت شوی. خاک پایش گر ببوسی داخل جنت شوی. حقیقتا برادر از به قدرش رسیدگی آدم دنیا و آخرتش آورده. و هر کسی که گویم اگر دو کفک دستی مادر طرف پرداشته شید و در حقش دعا کرده باشد، این دعا حتما فرزند داخل جنت میکنه. ما در روایت ها داریم که میگه ایسیت عشق، ایسیت آبی چشم
بسیار حذر کنین. سه آبی چشم بسیار خطرناکه. یک تاش آبی چشم یتیمه. حرکت کنین یگان یتیمه گریه نکنین. دوم اشک چشم مظلومه. یگان مظلومه مقصد یگان کسم وقتی که ظلم میکنین، وقتی بالاش ستم میارین، وقتی زورش میاد و آبی چشمش میریزه، از آبی چشمش سخت بترسید. سوم گفتن از آبی چشم پدر و مادر بترسید. آبی چشم پدر و مادرم برادر عزیز، وقتی که اگر از حسابی بگیم بی آدابی ما شود، از حسابی بگیم که بی پروایی و بی ادبی ما شما شود، این آبی چشم ما در بسیار مشکلاتی سخت میارد. برای همین از این سه چیز ما برادر عزیز بسیار پرحذر باشیم. شاعر میگو آن که نور دیده و تاجی سر است، مادر است و مادر است و مادر است. حقیقتا برادر عزیز نور دیدم هست، تاجی سرم هست. هر چیزی که اگر گویند حقیقتا مادر به این چیز برادر عزیز لایق است. الله مهربان رحمتش کنه این مادر. و جناب عبدالله ابن مسعود میگه حدیث متفقون علیه است، هم بخاری و هم مسلم روایت میکنه. میگه نزد پیامبر آمد میگه و نفر آمد میگه و از پیامبر پرسید ایول عمل احب الی الله. میگه حضرت گفت از پیغمبر من پرسید که کدام عمل الله مهربان دوست میداره، کدام عمل؟ پیغمبر من گفتن یکم از صلات و علی وقتها، کسی نماز در وقتش خونه. الله مهربان نمازی که در وقتش خونده می شود الله دوست می داشته. گفتن ثم ایون یا رسول الله. بعد از آن پرسیدن باز کدام عمل؟ گفتن که بر الوالدین، خدمت پدر و مادر الله دوست می داره. برادر عزیز ما در روایتمون داریم بر الوالدین افضل من الصلات و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. پیامبر ما فرموده بود است که خدمت کردن مادر و پدر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، ببینید بالاتر است حتی که از زکات، بالاتر است حتی از جهاد در راه الله. خدمت پدر و مادر کردن. برای من بسیار این چیز مهمه برادر عزیز. هر کسی هست به قدر نعمت برسیم. کسی نیست اگه چیزی که کردیم هر کسی دعای نیکشون را گرفت دیگه جای پشیمانی نیست. لیکن کسی اگر مبادای در حیات اینها را ناراحت هم کرده باشد، صاحبای کتاب میگن راه دارد که شما از این ورطه ببروید. گفتن چی خیل؟ گفتن سر گورش روید. در سر گورش روید، بالا که قبرش در تلاوت کنین، ثوابش بر روحش بخشین و همونجا از مادر پدر عذرخواهی کنین. بگین ما حقیقتا شما را در دنیا ناراحت کردیم، ما دل شما را آزار دادیم، ما مقصد به قدر شما نرسیدیم. من گمانم همه که شما من خفه رفتگین، برای می من را ببخشید. حتی صاحبای کتاب میگه در همون جمع رفته از اونا بخشش پرسیدن. برای انشاءالله گفتن شرطای دیگرش هم هست. گفتن مادرتان باشد دوگانه هاشد دایم در خانه دعوت کنید. اگر پدرتان باشد رفیقای پدرتان هم هیچ وقت مقصد از اونها رابطه را نکنید. با این سبب ما گفتن روح مادر و پدر از آن فرزندا خرسند می شود. بیایم به سر حدیثی که برادران عزیز من در ابتدا گفتم. وقتی که حضرت وصف کردند او خانه را، او کوشک، بعدا میگه مالک اشعری گفتن حضرت این خانه در کی داخل می شود؟ آیا این را مقصد چگونه چیکار کنیم که ما صاحب همون منزل شیم، ما صاحب همون خانه شویم؟ یا حضرت صاحبای همون خانه را برای ما بگو. برادرای عزیز 4 نفری را پیامبر در این حدیث نام بردن. گفتن یکم لیمن اطاب الکلام، یکم کسانی که در دنیا برادرای عزیز همیشه سخن نیک دارن. شما میدونید که
با زبانم با کلمه نیکم ما گروه از زیاد مردم دلبرداری کرده میتونیم. ما میتونیم که با سخن درشتمان توده زیادی مردم هم خفا و ملال کنیم. در قرآن الله برای چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. الله ربی ولی کلمه فظ بینین دو چیز گفت. اگر تو درشت سخن میشدی یا اگر سخت دل میشدی یعنی بیرحم میشدی، مردم از نزد تو همه پریشان میشد، در نزد تو هیچ کس نمیشی. الله مهربان همه شما را در حفظ امانش نگهبان باشد و خدای مهربان ما را از این گناه هایی که سبب بی ایمان شدن ما، سبب بی ایمان رفتن ما می شود، خدای ما را از این حفظ بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.